درود تماشابینان عزیز، برنامه کودک خروپ از منظور شما. مهمانی امروزه برنامه ما هستند شهرزاده شهناز. شهناز شهرزاده 27 نوامبر سال 2011 در عائله زیویی تولد شده است. عین حال در مرکز تحصیلات میانه عمومی رقم 28 نویه بابا جان غفورov تحصیل دارد. شهناز به فنهای متماتیک، زبان آلمانی، روسی شوق زیاد دارد. در وقتهای خالی خود زبان آلمانی را می‌آموزد و به ورزش مشغول می‌شود. می‌خواهد در آینده آموزگار زبان‌های روسی و آلمانی شود. شهناز کدام مدل مشغول می‌تونید؟ Spagat. Weet je موسیقی کسی؟ موسیقی چه خیلی؟ تو خواهی میتونه کنید؟ میتونه کنید نه یکم نامی که سنتش نیست؟ های؟ چه خیلی؟ اون تو های؟ چند تا میکنید؟ 5 3 نه من که نمیتونم اون بوده شما 4 شد اون تو یک دو سه خب شهنازه جان، خیلی که ما دیدیم شما از عهده ورزش خیلی خوب میبراید. استاد شما کی است؟ استادی که برای شما درس ورزش میکرد؟ نستیا. برای شما مشکل نیست؟ خب یکم بار با بچه ها جنگ کردگی هستی؟ نه. یکم کسی جنگ کردگی نیستی؟ نه. زدگی نیستی؟ نه. یک بار جنگ کرده بودین که؟ کی نه؟ بای بچه امسایتون قطعه؟ نه. دخترها قطعه چی؟ نه من یکم بار جنگ کردیم دخترها که یکم بار؟ یک بار جنگ شدین در مکتب؟ نه. معلومتون گفتن؟ یا نه. خب چی آماده میکنیم امروز ما؟ ما امروز قوچه قندی کردیم که خب شما از کی یاد گرفتن؟ من از کنار باز کدوم نموده خوراک را آماده کردن میتونی؟ نمیتونم دیگه نمیتونی؟ خب ما از چی آغاز میکنیم؟ برای ما کدوم محصولات ضرور است؟ تخم، شکر، مارگارین، رزرفیتل، ونیلین، آرد، قایماق، سکوشانکه، میوه و شکلات. خب ما از تخم سر میکنیم؟ خب چیکار میکنیم؟ تخم را حادثه میکنیم. شهنازه از روی و تحقیقاتی عالمان پوست تخم برای بعضی دردها شفا بخش است. عالمانی که در سایه طب کار میکنند تحقیقات بردند که پوست تخم نظر به داخل تخم بسیار به بسیار نمودهای دردها شفا بخش است. خب حاضر ما چیکار میکنیم؟ شکر را شهنازه جان، شما باز چیکار کرده میتوانید؟ و غیر از خوراک پختن همه کار میتونید؟ کار خونه، درس مکتب. درس مکتب کدام فنها رو بسیار دوست می‌داری؟ من زبان دولتی، روسی язык، سانی متماتیکا. بهای چند قطعه میخونی؟ 5. یک بار از متماتیکا 2 گرفته بودی که نه داری؟ نه ما گفتگی نگم بردم 2 گرفتی و در روزنامه نمونده؟ نه 2 گفتگی نمایگم با معلومتون گفتم؟ نه پس پیش از اینجا اومدن معلومتون رو دیدیم اگه گفتند که شهنازه 2 گرفت و برای وی در خونه جنگ کردنش در روزنامه ننوشت. نه ما یکم نگفتم.
حاضر روغن میاندازیم. روغن زن. حاضر مار از گلیچل میاندازیم. چقدر؟ یک گلاس. ثانی ونیلین. نه همش میاندازیم. شانوزه جون با فکر دخترها خوب خوراک آماده میکنند یا پسرها؟ دخترها خوب خوراک آماده میکنند یا پسرها؟ نمیدونم. شد. نمیکنم ارد چقدر میمونه؟ یک کاسه. یک کاسه؟ اون مخته میکنم. خوب شانوز جون باز چیکار کردن رو دوست میداره؟ خیلی حتی در وقت خورگی چیکار میکنه؟ حتی کاری خانه میکنم. خوب شانوز مادرت یکم بار بازی کردگی هستی؟ در خانه فوتبال؟ در خانه آچه؟ یکم بار با مادرت بازی کردگی هستی؟ ها؟ چی بازی؟ خیلی توپکی. چرا خواهرت رو جمع میکنن؟ جمع نمیکنم. جمع میکنن خوب؟ نه. وقتی که در خانه بازی میکنه جمع میکنند؟ نه جمع نمیکنم. این دکانه داری شانوز؟ کی نام این دکانه تا؟ سبزی. اتاق جایی. و فکر دکانه برای چی در کار؟ خیلی یاردم میکنم. چی یاردم میکنه؟ حتی یکم بار با دکانه جمع کردگی هستی؟ نه. اگر جمع کنی چه خیلی از دکانت بخش میپرسی؟ هم تو میگم که میبخشی دیگه نمیکنی میگم. جمع نمیکنی میگم. بعد میبخشد؟ نه. انگار یکم بار معلومات را جمع کرده است؟ نه. مادرت چی؟ نه. خمیر ما قریب آماده شد؟ ها. چیکار میکنی؟ آده میگیری. شکی میچشه؟ شانوز با چیکار کردن رو دوست میداره؟ شعر خوندن داره. چقدر شعر؟ حرفت میخونی؟ از لای شعری. زندگی دریاست. زندگی دریاست دریا بگذرد. عاشقی سوداست سودا بگذرد. چون تماشای جهان یک نوبت است. نوبتی ما تماشا بگذرد. رود میخواند ترانه. باد میگوید فسانه. ما تو هسته میانه. عشق باشد جاودانه. چشم بکشا چشم زیبا رو ببین. لرزه دلهای شیدا رو ببین. هرچی میبینی نمیبینی دیگر. چشم بکشا تو دنیا رو ببین. رود میخواند ترانه. باد میگوید فسانه. ما تو هسته میانه. عشق باشد جاودانه. بهترین شعر با تو کی اجرا میکنه؟ با همراه کی اجرا میکنه؟ خدا؟ خیلی اگر میفته میتونم و خودم ایجاد میکنم. خیلی اجرا میکنه؟ خیلی 10 بار 3 بار میخوامم زن ایجاد میشه. بهترین اکنون واسکده شدیم. با پیالا کالی میبریم.
باقی موندهش اینجا میمونی. موندهش برای ما در کار نیست؟ نه. اکنون قالب رو میگیریم. این همه رو میگیریم. اکنون قالب رو گرفته. همه رو بدونش میمونه. اینجا میگیریم. شهناز از کی یاد گرفتی گفتن؟ از کی نه؟ این تیار شد. خب بزیر این خود جگرش. کازه کی زودتر میکنه؟ 1 2 3 با تفتان 180 گرادوس 10 دقیقه میپزیم. خب بذاریم ما با تفتان بگذاریم. شهناز شما زبان مختلف رو دوست می‌دارید؟ چخل آلمانی، باز روسی، تاجیکی. با زبان آلمانی حساب کردن میتونه؟ میکنه؟ تا 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب بهترین. شما صنف چند میخونید؟ 3. معلومتون که؟ زیبا ماشون جمع. با باز چی میدونی زبانی نمی‌صفته؟ شعر. از کی یاد گرفتین؟ از من. چه خیلی شعر رو از یاد کردین؟ دشوار نبود؟ نه. میخونید؟ 1 2 Polizei 3 4 Offizier 5 6 Eidehek 7 8 Guten 8 9 10 Schlafet gehen 11 12 Kommande شما معناش هم میدونید؟ چی معنا داشت؟ نمیدونی؟ خب باز با کدوم زبان شوق دارین؟ روسی. خب در آینده با یگون دولت رفتن میخواید؟ کدوم؟ با گرمانی. برای همین زبان نمیسی را مخته هستین؟ تازه خودی معلومه گرمانی برام دیگه. خودی معلوماتون گرمانی رفتن؟ بهترین. شما آزش صنف چند میخونه؟ 3. نمیسی میخونه؟ انگلیسی نمیسی. چون من صنف روسی ده. صنف روسی ده میخونید؟ شما نمیسی را چقدر از یاد میکنید؟ دشوار نه؟ خیلی معلم مینویسن و با میخونن 2 بار 3 بار سری ما ایجاد میکنیم آموده. در خانه چقدر میخونه؟ در خانه خیلی میخونم کتاب بسر. با لغت از یاد میکنید؟ لغت از یاد میکنید؟ خب شهناز ما گفت آواره شدیم و میوه ها موندن که اینا را میخورید؟ نه این زه میکنیم کرم میکنیم این برای آرایش. اتون ما کرم میکنه؟ آقای سکون بگیرید کرم تیار میکنیم نمیگیریم تو برای کرم برای ما چیزا هست؟ کرم سکشونگو باز چرا ما استفاده میبریم؟ برای اومدن آمدنی کرم؟ و میکنیم
خب مثلا скачаем молоко. Хорошо. Скушение молока мы باید за 6 استفاده میبریم. در کدام نمودهای خوراک؟ خیلی بسیار وقت در نمودن تارت. الان که میکشتی میزنیم اینه؟ بیا ممنون. بیا من کمک کنم. بیا. این تیار شد. حاضر چیکار میکنم؟ آقای میگیری؟ فکرم کلچه قندی ما آماده شده. 10 دقیقه گذشت. اکنون ما داخلش رو پر میکنیم؟ نه اول قالبش میکنیم. اکنون اینو چیکار میکنیم؟ بدونی این به اندازه؟ اکنون کرم رو بدون این پر میکنم. اکنون میوه ها رو ریزی میکنیم. خب میوه ها رو چقدر ریزه میکنیم؟ بیا کسکشو میکنیم.
خب اکنون میوه های ریزه کده شدیم اکنون بالایش میمونیم. نکن برایش شکلات میریزیم. خوجه قندی ما تیار شد. اکنون ما میبینیم و فکرت بمازه شده است؟ ها میبینیم نه تنها بلازد ولی خیلی زیبا شده است. خب اکنون سپاسنامه آماده شده است که ما آن را به شهنازه می سپاریم. خب شهناز، ما باوری داریم که شما در آینده کامل خوب می شوید و باز به گرنم یا رفته می بیایید. خب تماشابینان گرامی، در اینجا برنامه کودکی خروغپز به فرجا می رسد. کودکان شما اگر استعداد خروغپزی داشته باشند می توانند در برنامه ما اشتراک کنند. شما با رقم هایی که زیر آینه نیلگون نوشته شده است با ما در تماس باشید. خیر تا برنامه دیگر.